دکتر این دارویی که الان برای من نوشتی باعث این نمیشه که میل جنسیم بیاد پایین؟ این جالبترین سوالی بود که امروز آقا پسر از من پرسیده بود و الان میخوام بهتون 4 تا از دسته داروهایی که توی آقایون باعث کاهش میل جنسی میشه رو بهتون بگم. اولیش که شایع‌ترین هم هست داروهای ضد افسردگی و به خصوص SSRI ها هستن که ما معمولا با اسم سرترالین میشناسیمش، انواع دیگه هم داره ولی سرترالین یا آسنترا معمولا شایع مصرف میشه که اینجا خواستم بهتون بگم. دومیش داروهای ضد فشار خون هستن که یکیش هیدروکلورتیازی و دومی آملودیپین هست. داروهای دیگه هم هستن ولی اینا چون شایع ترین بودن بهتون گفتم. و سومین دسته داروهای ضد تستوسترون یا اصطلاحاً ضد آندروژن هستن که اینا باعث این میشن که تستوسترون اثر خوبی نداشته باشه، به همین خاطر میل جنسی میاد پایین. شایع تریناشون فینسترایده که برای ریزش مو استفاده میشه و یکی دیگه هم داروهایی که برای سرطان پروستات ازشون استفاده میشه. چهارمین دسته دارو هم تو کامنت ها گفتم چون شایع مصرف